سلام، اینجا فوتبال آرنا به هفته 11 و 12 پریمیر لیگ خوش اومدید. این اپیزود رو به صورت کلی ما پرداختیم به هفته 11 و 12 و نقل و انتقالات احتمالی برای یک سری از تیم‌ها مثل منچستر یونایتد و آینده کاسمیرو در تیمش. به صورت کلی منچستر یونایتد توی بازی دیشبش هم که با اورتون داشتن و نتیجه 1-0 واگذار کردن بازی خودشون رو، به وضوح میتونستیم ببینیم خط هافکی مشکل بزرگی با وجود اینکه پیکفورد سیو فوق‌العاده‌ای داشت. آقا ما قبول داریم پیکفورد دیشب فوق‌العاده عمل کرد واسه بازی در مقابل منچستر یونایتد که یونایتد فکر می‌کرد میتونه الان واسه کورس سهمیه بیاد جزو 6 تای برتر، نیومد. و داستانی که اینجا اتفاق افتاده بود همون ضعف سال پیشی بودش که داخل خط هافک خودشون داشتن و همچنان اون ضعف تاکتیکی باقی مونده. به وضوح میتونیم ببینیم توی سری از بازی با تاتنهام که 2-2 شد توی هفته 11 و هفته 12 یکیش باختن. این دو تا بازی آخر خودشون داخل این ماه اونقدر خوب بازی نکردن که بخوان بگیم جزو بیگ سیکس پرم بودن این فصل. تا اینجای کار جزو بیگ سیکس نبودن واقعا. و حالا کاسمیرو به صورت کلی یه صحبتی که مثلا اینکه باش کردن اینه که اگه شما بیای و ولیویی که خودت واسه خودت قرار دادی و یه خورده توی قراردادت بیاری پایین‌تر و قانع باشی به مبلغ کمتر، ما با تمدید میکنیم، اگه نه که جایگزینت میکنیم. با کی؟ جایگزینایی که واسه منچستر یونایتد وجود داره این فصل مثل بازیکنایی مثل شوامنی ان که بعید بدونم شوامنی و ژاوی آلونسو به همین راحتی ازش دل بکنه و حاضر باشه بده و به هر حال یه بازیکن دیگه بیاره جاش، مگه اینکه تا به اینجای فصل که شوامنی پلی میکر لالیگا بوده واسه رئال، تو لالیگا همه کار کرد ولی خب بازم رئال هم وضعیت خوبی نداره. به هر حال کاسمیرو آپشن زیاد خوبی نیستش ولی توی یه سری از بازی‌ها واسهشون گل زده و گلایی زده که امتیاز آور بودن. یعنی گلایی زده مثل هری مگوایر که بیشتر گلایی که هری مگوایر رو کاسمیرو زدن امتیاز آور بوده براشون. در ادامه میپردازیم به آمار فوق‌العاده که ارلینگ هالند که 14 گل، یک پاس گل در آمار 15 در مجموع با فاصله 6 گل که همون فکر کنم پیلتا که یک که داشتیم میگفتیم اختلافش فکر کنم 8 گل بود، الان رسیده به 6 یا فکر کنم 4 گل. 14 تا گل زده به صورت کلی و روی همدیگه پاس گل ها و گل هایی که زده رو همدیگه تونستن یه آمار خیلی خوبی رو واسش به وجود بیارن که حتی خیلی از صاحب نظران دارن میگن که ممکنه ببینیم هالند این فصل رکورد مسی رو بزنه و بیشتر از 90 تا گل بزنه توی فصل. هالند همیشه خوب بوده، همیشه فینیشینگ 10,000 داشته. من میتونم بگم هر موقعیتی که شاید گل نبوده رو مثل رونالدو زمان جوزه مورینیو از پاسای بد گل درست میکرد. الان دقیقاً هالند هم به همین صورت شده. هالند بازیکنی شده که از موقعیتایی که شاید کمتر باشن گل درست میکنه. مثل چی؟ بازی تاتنهام آرسنال. بازی تاتنهام آرسنال یه طرفه آرسنال بود. ازه قبل مسابقه مربی تاتنهام اومد گفتش که ازه رو من نمیشناسم و ازه ترکون 3 تا گل زد و حتی زودتر از ساکا با پیراهن آرسنال میتونیم بگیم هتریک کرد و فوق العاده بود. من واقعا ازه رو از همین الان قرار دنبال کنم. بازیاشو 8 دریبل موفق داشت، 11 تا پاس تاثیرگذار که در واقع میتونیم بگیم باعث بردشون در اصل ازه بود. 3 تا گل زد. میریم سراغ منچستر سیتی. منچستر سیتی به صورت کلی، حالا ما راجع به هالند فقط حرف زدیم، به صورت کلی من سیتی 3-0 تونست لیورپول رو ببره. البته لیورپول که همه دارن میبرن. میتونیم بگیم سلوت مربیه که بدل تنهاخه، ولی خب تنهاخ حداقل توی 9 تا بازی پریمیر لیگ هیچ وقت 8 تا رو تجربه نکرده بود. یعنی میتونیم بگیم هلندی‌ها همه همینطورین. همه مربی هلندی با تاکتیکای قدیمی خودشون با همون توتال فوتبال و اینا میان گند میزنن داخل تیم‌ها. و من توی سری قبلم تا جایی که یادم پیلتا که یک اومدم گفتم که امیدوارم بتونه سیستم خودش رو برگردونه، اما واقعا برنگردونه و خیلی بدتر داره بازی میکنه تیمش. و تمرینایی که میکنن، من واقعا تمرین‌ها رو یه سری وقتا پیشم میبینم که ببینم تیم مثلا تمرینی که با تماشاگر برگزار میشه و فیلماشون هست مثلا عجیب غریبیه. یه سری تمرینایی میکنن که مثل زمانی که تنهاخ رفت لورکوزن، فکر کنم اول این فصل بود، میگفتش که شنا زدن براشون خیلی مهمتر از تمرین دریبلینگه. یعنی مثلا شنا بیشتر میزدن تا اینکه دریبل کنن، برای همین اخراج شد. اولین بازی دوستاری که گفتش 5-4 باخت در مقابل یه تیم فکر کنم برزیلی بودش که باختن، یعنی نتیجه بدی به دست آوردن. میتونیم بگیم همون استایل توتال فوتبال هنوز تو دنیای فوتبال هست، هنوز داره استفاده میشه و هنوز نفهمیدن که عیب داره این همچین موضوعی. فصل پیش میتونیم بگیم در واقع فصل پیش تاکتیکی که استفاده میکردن اکثر مربی‌ها برای اینکه بخوان تاکتیکای خودشون رو احیا کنن و از جمله این فصل من جمله بازی‌هایی که در واقع رئال مادرید انجام میده توی 8 تا بازی
7 تا تاکتیک مختلف رو پیاده کرده مربیشون و یه همچین حالتی میتونیم بگیم که اصلا زیاد چنگی به دندون نمیزنه تاکتیکایی که دارن الان استفاده میکنن. بازی قبلشون هم حالا با وجود اینکه پرمتاکه ولی آمار مربی هم واسه ما همونطور که اینطوریه مهمه، چون 10 دسامبر من سیتی با رئال مادرید بازی داره و اون بازی مثلا میگم لایو ریاکشن میش بدم. خیلی بازی مهمی بود، خیلی بازی مهمی بود، بازی که این فصل من سیتی انجام داده تا الان، بازی که با لیورپول انجام داد خیلی بازی مهمی بود واسه اینکه ببینیم لیورپول برگردونده خودش رو یا برنگردونده. واقعا افتضاح بودن توی اون بازی. همونطور که اشاره کردیم 10 دسامبر رئال مادرید به مصاف سیتی میره. دو تا تیمی که تقریبا میتونیم بگیم بگیر نگیر داشتن. پپ بگیر نگیر داشته، ژابی آلونسو بگیر نگیر داشته. ژابی هنوز سردرگمه با اون قیافه‌ای که میگیره اسکی سر خط که مثلا خیلی خون سردرگم اینا، ولی هنوز سردرگمه. تاکتیک اصلی واسه تیمش پیدا نکرده. یه بار 3 دفاعه بازی میکنه گند میزنه تیمش، 2-2 میکنه با یه تیم که در حال سقوطه. یه بار 4 دفاعه بازی میکنه، آمار خوب داره. چنت مثلا 12 تا سانتر انجام میده، 8 تاش فقط درسته. ولی پپ تجربهش خب قاعدتا خیلی از ژابی آلونسو بهتره. ژابی آلونسو یه سال فقط تونستش خیلی خوب بازی کنه، خیلی خوب تیمو کوچ کنه داخل بایر لورکوزن که همین منجر به این شدش که بیاد بگن آپشن دیگه ای هم داشتم. حالا سعی می‌کنیم لالیگا تاکمون هم نصف هفته بعدی جاریش کنیم و امیدوارم که از این سری پیل تاک لذت برده باشید. این قسمت بود از قسمت دوم این سری و امیدوارم ادامه دار باشه این سری، بتونم ادامهش بدم و نکته چیزی بود داخل کامنت ها برام بنویسید. خیلی ممنونم. خدا نگهدار.